بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله المعصومین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. تسلیت عرض میکنیم روز شهادت ام الائمه صدیقه کبری سلام الله علیها رو اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه شما عزیزان و بزرگوارانی که در مجلس حضور دارید. من با کسب اجازه از سروران معظم و اساتیدی که تشریف دارن مطلبی رو خدمتتون عرض میکنم انشالله که مفید قرار بگیره. ابتداعا هدیه پیشگاه با عظمت بانوی بزرگوار ام المؤمنین ام الائمه حضرت زهرا سلام الله علیها صلواتی عنایت بفرمایید. یکی از خصوصیاتی که مؤمن باید داشته باشه این هستش که بتونه از فرصت‌های زندگیش استفاده بکنه. فرصت‌هایی که خیلی زود گذر هست، سریع رد میشه. به تعبیر بعضی از روایات مثل نسیمی میمونه که به آدم میخوره. نسیم وقتی به آدم میخوره وای نمیسته، به شما میخوره و رد میشه. شما همون لحظه باید بهرت رو ببری، همون لحظه باید استفاده کنی. از خصوصیات مؤمن این هستش که بتونه از فرصت‌های زودگذر زندگیش استفاده کنه، بلکه بالاتر نه فقط از فرصت‌ها استفاده بکنه، تهدیدهای زندگیش رو تبدیل به فرصت بکنه، بلاها رو تبدیل به نعمت بکنه. خدا رحمت کنه حاج قاسم آقای سلیمانی عزیزمون رو. یه جمله طلایی و حکیمانه داشتن و خودشون هم عمل کرد به این جملهش. ایشون می‌فرمودن که فرصتی که در تهدیدها هست در خود فرصتها نیست. فرصتی که تو تهدیدها تو بلاها هست تو خود فرصتها و نعمتها نیست. مؤمن میتونه از تهدیدها بیشتر استفاده کنه تا فرصتها، به شرطی که فرمولش رو بدونه چی کار باید بکنه. عنایت بفرمایید به طور کلی بلاها و نعمتها امور نسبی هن، قابل جابجایی هن. اینجوری نیستش که برای یه نفر نعمت تا آخر نعمت بمونه، بلا تا آخر بلا بمونه. نه، میتونه نعمت برای یه نفر تبدیل به بلا بشه، بلا تبدیل به نعمت بشه. بستگی به ما داره، بستگی خود ما و اعمال و عکس العمل هامون داره. خود ما هستیم که با اعمالمون و عکس العمل هامون کاری میکنیم که نعمت باشه یا نعمت تبدیل بشه به بلا. خود ما هستیم که با اعمال و عکس العمل هامون کاری میکنیم بلا باشه یا تبدیل بشه به نعمت. مثلا ببینید یه مثالی که تو ذهن همتون هستش، اگر کسی در مقابل نعمتهایی که خدا بهش داده، نعمتهای فراوانی که پروردگار عالم بهش داده، اگر کسی شاکر باشه، بندگی بکنه تو نعمت، هم شکر زبانی هم واقعا اون نعمت رو تو مسیری که رضایت خداست به کار ببره. خدا میگه ببین تو از خودت ظرفیت نشون دادی، من این نعمتی که بهت دادم از خودت ظرفیت نشون دادی، من بهت بیشتر میدم. از من که کم نمیاد که. ولله خزائن السماوات والارض، خزائن عالم در اختیار خداست، من بیشتر بهت میدم. اما اگر کسی در مقابل نعمتها کفران نعمت کرد، اون نعمت رو خرج معصیت کرد، چشمش رو، گوشش رو، زبانش رو، زیباییش رو، ثروتش رو، موقعیتش رو، شهرتش رو، قدرتش رو اگر خرج معصیت کرد، خدا میگه چون دوست دارم دیگه بیشتر بهت نمیدم، چون دوست دارم دیگه بیشتر بهت نمیدم، چون خرابش کردی، چون بیشتر مورد مؤاخذه قرار میگیری. شما ببینید وقتی غذا میخورید، آدم وقتی غذا وارد معده‌اش میشه اگر هضم کرد آمادگی اینو داره که غذای بعدی رو دریافت بکنه. اما اگه هنوز غذا رو هضم نکرده، هی غذا رو غذا، اون معده بیچاره میشه، سوء هاضمه میگیره.
خدا میگه من یه نعمت بهت دادم تو هضمش نکردی، هنوز شکر نکردی این رو. چون دوست دارم دیگه بهت نعمت نمیدم، چون نعمت رو نعمت اگر بهت بدم بیچاره میشی، تو آخرت نمیتونی جوابشو بدی. از این جهت نعمت رو تبدیل بکنم به بلا. با نعمت که به من نزدیک نشدی، بلکه با بلا به من نزدیک بشی، بلکه با تازیانه بلا به من نزدیک بشی. لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. این تو ناحیه نعمت ها. حالا از اون طرف تو بلاها، اگر کسی تو بلا بندگی خدا رو کرد، خط قرمزای خدا رو زیر پا نگذاشت، درسته که گرفتاره، درسته که مشکل داره، بچهش احتیاج به عمل جراحی داره، خودش احتیاج به، مثلا فرض کنید بچهش رو میخواد داماد بکنه، عروس بکنه، خرج داره، به خصوص تو زمان فعلی ما مخارج سنگین هست، اما در عین حال خط قرمزای خدا رو زیر پا نگذاشت. نگفت که حالا من گرفتارم، چاره ای نیست دیگه، برم نزول بکنم، وام ربوی بگیرم، یه جوری به هر حال عمل جراحی بچم رو پولیشو در بیارم، رشوه بگیرم تو فلان اداره، یه پولی بگیرم، یه امضایی بکنم، کارم را بیفت. این حرفا رو نزد، با خدا معامله کرد. خدا میفرماید که ببین تو دل بلا بندگی کردی، وفا کردی به عهدت با من که خدا هستم که وفادارترم. تو بندگی کردی، من برات خدایی میکنم، من راه رو برات باز میکنم، نمیذارم گرفتار بشی. ولله جنود السماوات والارض، عالم لشکر خداست، من میفرستم به کمکت، نمیذارم درمانده بشی. مؤمن بلا میبینه ها، نه اینکه بلا نمیبینه، انبیا و اولیا بلا میدیدن، اما درمانده نمیشه، تو بلا گرفتار نمیشه، خداوند متعال راه رو براش باز میکنه. تو قرآن برادر بزرگ و خواهر بزرگ، من تقاضا میکنم همتون این داستان قرآنی رو مکرر خوندید، ولی یه توجه ویژه بهش بکنید، به خصوص تو آخر الزمان برای هممون توجه به این داستان خیلی مفیده. در قرآن تو سوره یوسف هست که وقتی زلیخا حضرت یوسف رو تو اتاقهای تو در توی کاخش گیر انداخت و قلقت الابواب، تمام درها رو قفل کرد، یه در نبوده ها، قلقت الابواب، تمام درها رو قفل کرد و قالت هیت لک، به یوسف تقاضای فعل حرام کرد. حضرت یوسف دید گرفتار شده، دید درها قفله، اما با این وجود تو گرفتاری خط قرمزای خدا رو زیر پا نگذاشت. اون کاری که از دستش برمی اومد مقتضای بندگی بود انجام داد، فرار کرد. جناب یوسف کجا فرار میکنی؟ درها قفله. حضرت یوسف میگه به من چه؟ من اونی که ازم برمیاد، من بندگیمو انجام میدم، خدا خداییشو بلده. فرار کرد، یکی یکی درها به روش باز شد. این قرآن دیگه. کی درها رو باز کرد؟ حضرت یوسف کلید داشت، کسی اونجا نشسته بود درها رو باز بکنه؟ اینا که نبود. خدا میگه من 4 تا در قفل رو نتونم باز بکنم که خدا نیستم. 4 تا در قفل رو من نتونم باز بکنم که خدا نیستم. قفلا مال شماست، مال من خدا که نیست. بنبستا مال شماست، مال من که نیست، من باز میکنم. ولله جنود السماوات والارض، عالم لشکر خداست. همون قفل اگه کلید توش بندازی، خدا نخواد کلید توش میشکنه، در رو باز نمیکنه. و اگه خدا بخواد، به اذن خدا هیچ قفلی تو عالم نخواهد بود، تمام درها رو برات باز میکنه. این درس قرآنه. تو زندگی اگه گرفتار شدی، خدا باز میکنه برات. تو بندگی کن، خدا یه مقدار بالا پایینت میکنه، ببینی تا کجا بنده ای. نترس، داره میبینته. حدود 80 سال پیش، 90 سال پیش، یک کشاورزی اومد خدمت عارف کم نظیر شیعه، آیت الله حاج حسن علی نخودکی اصفهانی، اومد خدمت ایشون. یک کشاورزی مال اطراف مشهد. گفت حاج آقا، آفت ملخ داره بیچاره میکنه ما رو، تو مزرعه ها افتاده و همه چی رو داره از بین میبره. آقا یه فکری کرد، گفت خب شما زکات نمیدید، ملخ ها میان حق فقرا رو میخورن. گفت آقا چی کار کنیم؟ 2-3 روز دیگه میرسه به روستای ما. آقا فرمودن که تو قول میدی وقتی محصول در اومد زکاتشو بدی. گفت آقا قسم میخورم اگه محصولم در اومد من زکاتشو میدم. ایشون یه بسم الله الرحمن الرحیم رو کاغذ نوشت،
گفت یه گوشه زمین چال کن، اما قول دادی یا محصول در اومد زکاتشو بده. گفت آقا قسم خوردم. رفت 2-3 روز بعد ملخا رسیدن. من دیدم جایی بودم، دیدم یه صفحه آسمان سیاه میشه وقتی میان. میگه دیدم ملخا اومدن ریختن تو مزرعه من. گفتم بیچاره شدم، همه چی از بین رفت. یه مرتبه با بهت و تعجب دیدم ملخا نشستن پای ساقه های گندم، به جای اینکه ساقه های گندم رو بخورن دارن علف هرزا رو میخورن. و اون سال محصول من 2-3 برابر شد. یعنی یه آفت زدایی طبیعی از مزرعه من اتفاق افتاد. با چشم دیدم ملخ مأمور خداست. با چشم دیدم ملخ مأمور خداست. ولله جنود السماوات والارض. عالم بی حساب نیست، یک ذره عالم از اراده خدا خارج نیست. تو بندگی کن، خدا راه رو برات باز میکنه، لشکرش رو میفرسته به کمکت. همین حاج قاسم سلیمانی که من عرض کردم خودتونم به هر حال بودید، این بزرگوار خب زمان ما از بزرگترین تهدیدهای زبان ما این سگای هار داعش بودن، از بزرگترین تهدیدهای زمان ما. خب این اومدن تو منطقه، گمان قدرت‌های بزرگ که اینها رو فرستاده بودن به نیابت این بود که حداقل 30 سال منطقه غرب آسیا خاورمیانه با آشوب کشیده میشه. حداقل 30 سال این کشورهای اسلامی تو درگیری هن و زیرساختاشون از بین میره. یک کشور قدرتمند و قوی دیگه تو این منطقه نخواهد ماند با این پروژه. داعش واقعا پروژه سنگینی بود. اینها اعتقادی می جنگیدن، اینا فرق می کردن با جنگ ما با عراق. تو جنگ با عراق که خیلیاتون بودید با کوچکترین چیزی فرار می کردن، چون اعتقادی نمی جنگیدن، اعتقادی نداشتن. اما داعشی ها اگه مثلا 14 نفر با هم صف کشیده بودن برای عملیات انتحاری، اون 14میه به اون جلویه می گفت میشه من جلوتر از تو برم؟ میشه من جلوتر از تو برم؟ اعتقادی کار خیلی سخت بود. حاج قاسم سلیمانی عزیز و مدافعین حرم وارد شدن اون زمانی که متلک میشدیدن، میگفتن شما میرید برای اسد بجنگید، شما میرید برای اسد میجنگید، بچهای ما رو میبرید اونجا به کشتن میدید. اون موقعی که این طعنه ها رو میزدن رفتن و این قائله رو تو 6 سال جمع کردن و ایران شد قدرت اول منطقه. تا پشت دیوارهای اسرائیل ما رفتیم، جبهه مقاومت رو تشکیل دادیم، نه فقط تو منطقه بلکه تو فراتر از منطقه تا آفریقا و آمریکای جنوبی جبهه مقاومت تشکیل شد و قدرت بزرگی برای اسلام فراهم شد که الان شما میبینید یکی از محورهای جبهه مقاومت حماس، یکیش که یک گروه ضعیفی بود الان در مقابل نه فقط اسرائیل، آمریکا و متحدین غربیش وایساده. نزدیک 2 ماه وایساده و ماشین جنگی اونها رو تو گل نشونده. نتونستن یه پیروزی بزرگ به دست بیارن. اگر یه پیروزی نظامی اسرائیل میتونست به دست بیاره قطعا تو بوق میکرد. نتونسته که داره فقط مردم رو، زن و بچه رو میزنه. یعنی پسترین کار و ضعیفترین کاری که کسی میتونه بکنه، اونم با نیرو هواییش، با بمب ریختن. این یعنی یه شکست بزرگ. خب ببینید یکی از محور مقاومت حماس هستش که محصول زحمات حاج قاسم سلیمانی و مدافعین حرم هست که رفتن این جبهه رو تشکیل دادن و در مقابل قدرت‌های بزرگ ایران تو منطقه و فراتر از منطقه شد یک قدرت بزرگ. تهدید تبدیل شد به فرصت با بندگی. این حاج قاسم عزیز که این کارو کرد در عین حال که تلاش داشت، شب و روز نداشت، خواب نداشت، اما در عین حال بنده خدا بود، عبد صالح خدا بود. دوستانی که تو سپاه قدس هستن تو تهران مقرشون، پادگانشون پشتشون یه کوهه، تو همین تهران خودمون. میگفتن تو آزادسازی نوبل و از زهرا حاج قاسم تماس گرفته بود. خب اون کارش رو گفت با نیروهاش که اینجا بودن، اون کارش رو گفت. بعد چون زمستون بود گفت آقایون اون کوه پشت سرتون زمستونه، آهوها میان پایین، غذا ندارن، براشون یه چیزی بریزید. تو وسط عملیات آزادسازی نوبل و از زهرا به فکر آهوهای پشت پادگانم هست، حواسش به همه چی هست.
توی خونه وارد شده بودن، جنگ چریکی بود دیگه تو سوریه، توی خونه وارد شده بودن، از امکانات اون خونه استفاده کردن. وقتی از اون خونه میخواستن برن بیرون، حاج قاسم یه نامه نوشت گذاشت یه جایی: آقا یا خانومی که صاحب این منزل هستید، ما از امکانات خونتون استفاده کردیم، یا راضی باشید یا به این شماره تلفن زنگ بزنید هزینه بهتون پرداخت بشه. تو کدوم جنگ این کارا رو میکنن؟ این مال اون کسی هستش که چشمشو نمیبنده حق و ناحق بکنه، ولو وسط جنگ، ولو این که رفته اونا رو آزاد بکنه، کشورشون رو آزاد بکنه، اما حق و ناحق نمیکنه. بنده خداست. خدا میگه تو بنده منی، تو گرفتاری و سختی و تهدید بندگی کردی، عالم لشکر منه به کمکت بیفرستم، نمیذارم درمانده باشی. و اون وقت شما میبینید که اون تهدید تبدیل شد به فرصت. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، این فرمول عالمه. خدا همون خداست، عوض نشده. سنت های خدا عوض نشده. اگر تو بلا و گرفتاری، هر گرفتاری، اگر تو خط قرمزهای خدا رو زیر پا نگذاری، با او معامله بکنی، وعده کرده برات راه رو باز میکنه. وعده کرده خدا برات راه رو باز میکنه. برای خدا که چیزی نیست. بنبستا مال ماست، مال خدا نیست. بزرگترین تهدید برای عالم اسلام بعد از رحلت پیغمبر اتفاق افتاد. بزرگترین تهدید، یک زاویه انحراف بزرگ باز شد. قرار نبود دیگه نبوتی باقی بمونه، رسالتی باقی بمونه، امامتی باقی بمونه، هیچی. بزرگترین تهدید، یک جریان انحرافی، یک جریان نفاق در زمان خود پیغمبر به وجود اومده بود تو مدینه، در زمان خود پیغمبر، که حتی تا خونه پیغمبر نفوذ کرده بود. حتی تا خونه پیغمبر نفوذ کرده بود. من دیگه جزئیات رو نمیگم. سوره تحریم رو ببینید، من تقاضا میکنم سوره تحریم رو ببینید. این دیگه قرآن دیگه، این که دیگه تاریخ نیستش که بگیم مثلا سند تاریخیش ضعیف باشه. قرآن، سوره تحریم، آیه اول سوره تحریم خدا اینجوری شروع میکنه: پیغمبر فان تظاهرا علیه، اگه اون دو زن پشت به پشت هم بدن علیه پیغمبر، فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین، خدا و جبرئیل و مؤمنین صالح پشتت هستن، نترس. وسط سوره که میرسه خدا میفرماید: یا ایها الذین آمنو قوا انفسکم و اهلیکم، مؤمنین مواظب خانواده هاتون باشید. به پیغمبر داره: مؤمنین مواظب خانواده هاتون باشید. آخر سوره که میرسه خدا میفرماید: ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط. خدا دو تا پیغمبر رو مثال میزنه که دو تا زن داشتن که هر دو کفر ورزیدن. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح، زن نوح، و امرأة لوط، زن لوط، کانتا تحت عبدین من عبادنا، که اینا همسر دو تا از پیغمبران و بندگان صالح ما بودن. فلم یغنیا من الله شیئا، اما به دردشون نخورد. همسر پیغمبر بودن به دردشون نخورد. خب چی داره خدا میگه؟ عنایت بفرمایید. پیغمبر اکرم هم خبر داشت. اینجور نبود که پیغمبر بی خبر باشه و مثلا پیغمبر رو دارن دورش میزنن. نه، پیغمبر در نیفتاد به اون جریان نفاق، در نیفتاد که اون جریان تبدیل به کفر بشه. ازشون کولی گرفت، تا جایی که میشه باشن، به هر حال ازشون کولی گرفت. اون جریان انحرافی کار خودش رو گذاشته بود برای بعد از رحلت پیغمبر. میدونستن تا پیغمبر زنده است نمیتونستن کاری بکنن. معمولا در زمان اوصیا و جانشینان پیامبران جریان‌های نفاق میان خودشون رو روم میکنن. شما تو قرآن همتون خوندید حضرت موسی 40 روز رفت کوه طور، غیبت کرد، جانشینش برادرش هارون رو گذاشت. تو اون 40 روز سامری گوساله پرست کرد بنی اسرائیل. اون انحراف و اون نفاقش رو نشون داد. تو اون 40 روز که اصل موسی نبود، جانشین گذاشته بود. معمولا در زمان جانشینان جریانات نفاق میان و اقدامات گستردهشون رو انجام میدن. اینا میدونستن که پیغمبر تا هست نمیتونن کاری بکنن. نظرشون این بود، میگفتن پیغمبر از جهت نسل دیگه نسلش قطع میشه، وقتی اون نسل و ادامه نخواهد داشت. چون پیغمبر 6 تا بچه داشت، 4 تا دختر داشت، 2 تا پسر. 2 تا پسر پیغمبر
قاسم و ابراهیم، 2 تا بچه کوچیک از در زمان خود پیغمبر تو بچگی از دنیا رفتن. از 4 تا دختر پیغمبر هم 3 تاشون در زمان حیات پیغمبر از دنیا رفتن، فقط حضرت زهرا موند. میگفتن پیغمبر از جهت نسل دیگه ادامه نخواهد داشت، ابتر هست، مقطوع النسل، چون ادامه نسل رو از پسر میدونستن و پیغمبر پسراش از دنیا رفتن. از جهت رسالت و نبوتش هم ما کاری میکنیم که اسلام دیگه ادامه پیدا نکنه. چجوری؟ چون محصول رسالت پیغمبر، محصول تمام نبوت و زحمات پیغمبر 2 چیز بود: قرآن و اطرت. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرت. این 2 چیز بود. کاری میکنیم این 2 چیز از خاصیت بیفته. چجوری؟ این 2 تا رو از هم جدا میکنیم. وقتی اطرت از قرآن جدا بشه، قرآن دیگه خاصیت نخواهد داشت. وقتی امامت حذف بشه، امام رو حذفش بکنن، قرآن دیگه هدایت، نور، شفا دیگه نخواهد بود. قرآن هدن للمتقینه و اون کسی که امام نداره متقی نیست. قرآن هدن للمتقینه. وقتی امام کسی نداشته باشه دیگه هدایت نمیکنه. خوارج هم قرآن میخوندن. مگه خوارج قرآن نمیخوندن؟ از من و شما خیلی بیشتر هم میخوندن. هر 3 روز یه مرتبه، 4 روز یه مرتبه یه قرآن ختم میکردن. ولی قرآن هدایت برای اونا، قرآن نور برای اونا رو نورانی میکنه. ابدا اینجوری نیست. پس کاری میکنیم که پیغمبر از جهت رسالت و نبوتش هم ادامه پیدا نکنه. اطرت رو، امامت رو حذفش میکنیم. وقتی او حذف شد، قرآن هم خاصیت دیگه نخواهد داشت. اینها این گمان رو داشتن و با همین گمان اومدن دم در خونه امیرالمومنین علیه السلام. با همین گمان اومدن دم خونه امیرالمومنین علیه السلام. منتها یه چیزی رو خدا به پیغمبرش گفت: و پیغمبر ما نگران نباش، انا اعطیناک الکوثر. ما به تو یک کسی رو میدیم که خیر کثیر هست. ما به تو یک کسی رو میدیم که نسل و اولادت رو ادامه بده. فصل لربک وانحر. به شکرانه این که ما کوثر رو بهت دادیم که نسل و اولادت رو ادامه میده، فصل لربک، نماز بخون برای پروردگارت، وانحر، نحر بکن، قربانی کن. به شکرانه این که بهت کوثر رو دادیم، نماز بخون و قربانی کن. ان شانئک هو الابتر. تو ابتر نیستی، دشمنت ابتره، تو ادامه پیدا خواهی کرد. معمولا ما اینجوری معنا میکنیم سوره کوثر رو. غلط نیست، ولی این معنای نازلیه. این معنای نازلیه. حضرت زهرا سلام الله علیها فقط ادامه نسل پیغمبر نیست، فقط ادامه شخص پیغمبر نیست، ادامه شخصیت پیغمبر، ادامه اون رسالت پیغمبر هم هست. نه فقط نسلش رو ادامه داد که امروز بیش از 70 میلیون سادات، بیش از 70 قدر متیقن رو من دارم میگم تو جهان، اینها نسل پیغمبر از حضرت زهرا سلام الله علیها. 70 میلیون تو ایران، تو عراق، تو یمن، تو مصر، تو هند، تو پاکستان نسل پیغمبر ادامه پیدا کرد. اما حضرت زهرا فقط ادامه نسل نیست، ادامه رسالت پیغمبرم هست. او خیلی مهمه. نترس پیغمبر، ما یه عطیه بهت میدیم. انا اعطیناک، عطیه، هدیه میخوایم بهت بدیم. کوثر رو بهت میدیم، نسلت ادامه پیدا میکنه، رسالتت هم ادامه پیدا میکنه. زهرا کاری میکنه قرآن و اطرت از هم جدا نشن. زهرا کاری میکنه که امامت بماند. امامت که مون، قرآن هم میمونه. قرآن و اطرت که موندن، رسالت تو هم میمونه. پس حضرت زهرا فقط حافظ امامت نیست. ما معمولا میگیم حافظ رسالت پیغمبرم هست. و اگه حضرت زهرا نبود، نه امامتی، نه رسالتی، نه قرآنی، نه اطرتی، هیچی بگیم. تهدید به این بزرگی بود. تا قیامت اگر کسی از قرآن و اطرت استفاده میکنه، به یمن حضرت زهراست، به یمن این کوثر و خیر کثیر هست. اما خب دشمن با همون گمانی که عرض کردم که بعد از پیغمبر اکرم کاری میکنیم امامت حذف بشه، قرآن هم خود به خود حذف میشه، نسل پیغمبرم که ادامه نخواهد داشت، ریختن در خون امیرالمومنین. تو نظرشون این بود که از 3 گزینه خارج نیست. علی میاد دم در، از 3 تا گزینه خارج نیست. یا علی
با ما درگیر میشه و تو درگیری کشته میشه. خب تو دعوا که حلوا خیر نمیکنن که. علی میاد دم در با ما درگیر میشه، کشته میشه، حذف میشه. خب این یه گزینه. گزینه دومی که علی میاد درگیر میشه و این درگیری ادامه پیدا میکنه، کشیده میشه تو جامعه. نظام قبیلگی که در گذشته بود، این قبیله پشت او در میاد، اون قبیله پشت او در بیاد، یک تفرقه بزرگ تو امت میفته و باز اسلام از بین میره. این دو. گزینه سومی که علی بدون درگیری و مسالمت آمیز با ما بیعت میکنه، خلافت رو به ما تحویل میده، بازم به نفع ماست. در هر سه صورت یه بازی برده، هیچ کدومش دیگه باخت توش نیست. با این انگیزه اومدن در خونه امیرالمومنین. اما یه مرتبه به جای اینکه امیرالمومنین بیاد دم در، یه حوریه انسی دوید اومد دم در. از زهرا همه چی رو فهمیده بود، سریع اومد دم در که امیرالمومنین نیاد. اومد پشت در. خب حالا چی میگید؟ من زهرا هستم، همون کسی هستم که تمام کتب شیعه و سنی نوشته 6 ماه تا 9 ماه پیغمبر هر روز می اومد در خونه امیرالمومنین و حضرت زهرا السلام علیکم یا اهل البیت، که همه بفهمن اون اهل بیت قرآن که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت اینا هستن، کسی دیگه نی. 6 ماه تا 9 ماه هر روز می اومد. من همون زهرایی هستم که پیغمبر داره که هر موقعی منو میدید بلند میشد، قام الیها و قبل یدیها، به استقبال زهرا میرفت، خم میشد، دست از زهرا رو میبوسید. هر موقع، چه اون موقع که از زهرا 3 سالش بود، چه 5 سالش بود، چه 7 سالش بود، تا اون موقعی که 18 سالش شد و 19 سالش شد. من همون زهرایی هستم که پیغمبر فرمود ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضی لرضاها. غضب و رضای خدا تو غضب و رضای فاطمه است. من همون زهرایی هستم که پیغمبر فرمود حوراء و انسیه، یک انسان فرشته صفته. من همون زهرایی هستم که پیغمبر فرمود اول من یدخل الجنه فاطمه، اولین کسی که وارد بهشت میشه فاطمه است. برادر بزرگ و خواهر بزرگ و زود رد نشید از این مطلب. اولین کسی که وارد بهشت میشه اون کسی که اولین رتبه رو داره. ممکنه بگید خب این که باید پیغمبر باشه. جواب این هستش که پیغمبر و حضرت زهرا و روحی التی بین جنبی، زهرا منم، روح منه، قلب منه، و روحی التی بین جنبی، از من جدایی نداره که، از من جدایی نداره. من همون زهرا هستم. حالا من اومدم پشت در. حالا چی میگی؟ از 2 گزینه خارج نیست. یا اینکه دست خالی برگردید خونه هاتون، وقتی من اومدم پشت در دیگه هجوم نیارید، دست خالی برگردید خونه هاتون، که اگه این شد شما باختید، نقشتون عملی نشده دیگه، شما باختید. یا اینکه از جنازه من رد بشید تا به علی برسید، که اگه این باشه بازم شما باختید، چون ننگ تا ابد رو پیشونیتون میخوره که پیغمبر یه دختر داشت اینجوری باهاش رفتار کرده. در هر 2 صورت شما باختید. حضرت زهرا اومد یک بازی که اونا را انداخته بودن که همش برد بود برای اونا، کاری کرد همش باخت بشه براشون و اینو خوب فهمیدن. بدترین گزینه رو انتخاب کردن که از جنازه حضرت زهرا رد بشن. اومدن و آتیش گذاشتن پشت در و اون قضایا پیش اومد. ولی خب حضرت زهرا کار خودشو کرد، کار خودش رو کرد، هم قرآن رو حفظ کرد، هم امامت رو. میدونید دلیلش چیه که حضرت زهرا پیروز شد؟ دلیل شماها هستید که الان اینجا نشستید، هم قرآن دارید هم اطرت، هم زیر سایه قرآنید هم زیر سایه اطرتید. این پیروزی حضرت زهراست. حضرت زهرا همین رو می‌خواستی که بمونه. بزرگترین تهدید رو تبدیل کرد به یک فرصت بزرگ. تا قیامت هر مؤمنی مدیون حضرت زهراست. اما خب سنگین تمام شد به قیمت شهادت خودش. این بانوی بزرگوار 18-19 سالش بیشتر نبود، لت و پار شد پشت در و به قیمت شهادت فرزندش اومد پشت در. الله اکبر. من اینجاها رو دیگه، به هر حال شماها اهل روزه ها هستید، اصلا تو روزه ها شماها بزرگ شدید. من اشاره بکنم تو یه نقلی داره حضرت زهرا که من اومدم پشت در، آتیش گذاشته بودن برای اینکه این در بسوزه. حضرت زهرا میگه من در رو نگه داشته بودم، نمیدونم با چه زبانی بگم که جسارت نشه. زنی که باردار هست تمام هم و غمش اینه که جنینش حفظ بشه.
حضرت زهرا میگه سرم آورده بودم پایین که فشار به سرم بیاد، فشار به سرم بیاد. از زیر در هرم آتیش صورتمو میسوزون. یه مقدار نگه داشت، دیگه نتونست نگه داره، رفت پشت در. یه لحظه تصور بکنید 40 تا نامرد از یه لنگه در بخوام بیان تو. لنگه درای سنگین قدیمی، چوبای نتراشیده نخراشیده، گاهی موقع میخ داره، این رو میزدن و بعضیا عمدن فشار میدادن. تمام درد رو تحمل کرد، علی رو صدا نزد. علی نباید بیاد دم در، این همونیست که دشمن میخواد که امیرالمومنین بیاد دم در باهاش درگیر بشه. علی نباید بیاد دم در. تمام درد رو خودش تحمل کرد. فقط اون آخر 2 تا جمله گفت و افتاد. یه جملهش این بود، گفت یا رسول الله اهاکذا یفعل بحبیبتک و ابنتک، با یه دخترت باید اینجوری رفتار بکنن. بعد افتاد و گفت یا فزة خذینی، فزه به دادم برس. افتاد. امیرالمومنین علیه السلام و فزه سراسیمه اومدن. حضرت امیر عباشو در آورد انداخت رو حضرت زهرا و رفت به سمت مهاجمین. فزه بود که اومد بالین حضرت زهرا سلام الله علیها. دیگه مثل امروزی آخرین روز زندگی این بانوی با عظمت. بعد از نماز مغرب امروز امام صادق فرمود شهادت مادرمون زهرا بعد از نماز مغرب و قبل از نماز عشا، بعد از نماز مغرب امروز. مثل امروز امیرالمومنین بیرون خونه بود، تو حیاط بود، تو صحن خونه بود. حضرت زهرا خوابیده بود، خواب دید پدر بزرگوارشو، مثل همون موقعی که زنده بود تو عالم دنیا، اومد بغلش کرد، ملاطفت کرد. بابا جان از امتت ما چه ها کشیدیم، از امتت ما چه ها کشیدیم. پیغمبر فرمود دخترم امشب مهمان منی، دیگه تو این دنیا خیلی نخواهی بود. حضرت زهرا از خواب بلند شد، صدا زد امیرالمومنین رو، آقا تشریف بیارید. امیرالمومنین سریع اومد کنار بستر زهرا. خانم جان چیزی شده؟ حضرت زهرا فرمود آقا الان من تو خواب پدر بزرگوارم رو دیدم مثل همون موقعی که تو دنیا بود، اومد منو بغلم کرد، ملاطفت کرد. من گله کردم از امت که آقا جان ما بعد از شما غریب شدیم، ما بعد از شما پدرم فرمود امشب مهمان منی. حالا حضرت زهرا داره اینا رو میگه، امیرالمومنین اشک یواش یواش از گوشه چشمای امیرالمومنین سرازیر شد. زهرا جان از رفتنت داری میگی، از رفتنت داری میگی. خوابش نقل کرد، تمام شد. یه سکوتی بین این مظلوم و مظلومه برقرار شد. یه مرتبه حضرت زهرا بلند شروع کرد گریه کردن. امیرالمومنین فرمود خانم شما دیگه برای چی گریه میکنید؟ شما که دیگه امشب از هم و غم دنیا راحت میشی، میری پیش پدر بزرگوارت. حضرت زهرا گفت فرمود ابکی لما تلقا بعدی، گریه من برای بعد از من هستش که شما تنها میمانی. ابکی لما تلقا بعدی. راست گفتی زهرا جان، تا وقتی شما بودی سنگ صبور امیرالمومنین بودی، تا وقتی شما بودی که علی سر به چاه‌های بیابان و تو نخلستانا نمیرفت. بعد از شما بود که علی غریب شد، بعد از شما بود که امیرالمومنین تنها شد. امیرالمومنین وقتی زهراش رو دفن کرد گویی 2 نفر رو دفن کرد، خودش هم رفت. بعد از دفن افتاد رو قبر حضرت زهرا، و بعد بلند شد سلام به پیغمبر داد، السلام علیک یا رسول الله انی و ان ابنتک النازلة فی جوارک. حضرت امیر علیه السلام پیر شد بعد از حضرت زهرا. راوی میگه من علی رو بعد از شهادت دیدم، 33 سالش بود، یه موی سیاه تو سر و صورتش نبود، پیر شد علی. ختم مصیبتم امیرالمومنین کنار حضرت زهرا یک بار شکست، کنار حضرت زهرا یک بار شکست. اما یا امیرالمومنین حسینتون تو کربلا 2 بار شکست، حسینتون تو کربلا 2 بار شکست. یک بار زمانی که اومد بالین جوانش علی اکبرش، هنوز تا پیکر علی اکبر چند قدم مونده بود، رو اسب که نشسته بود پاشو تو رکاب نذاش بیاد پایین، سقط من الفرس، خودشو انداخت پایین. تا امام حسین خودشو انداخت خورد زمین دیگه این پاها توان نداشت که بلند شه. تا پیکر علی اکبر که فاصله بود با زانواش رفت جلو، میگفت ولدی علی لقد استرحت من هم الدنیا و غمها، تا اینکه صورت به صورتش گذاشت. این یه جا بود. اما دومین جایی که سید الشهدا شکست وقتی اومد علقمه
برادری رو دید که دستاش هر کدوم یه طرف افتاده، بدن تیرباران، تو چشمش تیر خورده، عمود آهنین بر سر. نه فقط دستای ابوالفضل رو قطع کرده بودن، پاهاش رو هم خرد کرده بودن از کینه و بغضی که نسبت به این بزرگوار داشتن. ابا عبدالله تعبیر مقاتل اینه: بان الانکسار فی وجه الحسین، در هم شکست. هیچ جای کربلا این تعبیر رو نداره، فقط اینجا داره: بان الانکسار فی وجه الحسین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا به آبروی حضرت زهرا و امیرالمومنین، به آبروی سید الشهدا و فرزندانشون، به آبروی سید الشهدا و برادرش ابوالفضل، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. خدای روز شهادت حضرت زهرا، شیعیان حضرت زهرا، محبین حضرت زهرا، رفقای حضرت زهرا، گریه کنای حضرت زهرا، مجلس گرم کنای حضرت زهرا نشستن. تو رو به آبروی حضرت زهرا دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، حاج قاسم آقای سلیمانی عزیزمون، ذوی الحقوق این جمع، از سایه مهمان حضرت زهرا قرار بده. خدایا به آبروی حضرت زهرا قسمت بدیم رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران دین، خدمتگزاران این مردم نجیب، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزا. به آبروی حضرت زهرا خدایا شر دشمنان دین، خصوصا اسرائیل و آمریکا، رو به خودشون برگردان. به آبروی حضرت زهرا گرفتاری مظلومین عالم، گرفتارای عالم، خصوصا مردم غزه و کشور امام زمان، کشور حضرت زهرا ایران، رو برطرف بگردان. به آبروی حضرت زهرا خدا این دستایی که به گدایی در خونت بلند شده، گرفتاری دارن، مشکلی دارن، حاجتی دارن، به حق حضرت زهرا این دستها رو ناامید بر مگردان. به آبروی مریضه خونه امیرالمومنین حضرت زهرا، مرزای اسلام منظورین، شفای عاجل کرم بفرما. و در رأس دعاهامون خدایا به پهلوی شکسته حضرت زهرا، این قسمات سنگینه، اینو هر جایی ندید، پهلوی شکسته و سر امام حسین و اینو برای هر جایی خدایا به پهلوی شکسته حضرت زهرا، به سر مقدس امام حسین، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. صلوات عنایت بفرما.